اگه قرار باشه که ایمان صفا فقط یه آرزو بکنه، اون چیه؟ بزرگترین آرزوی من اینه که هیچ جوون ایرانی رویاهاش رو در خارج از کشور نبینه. امیدوارم یه شکلی بشه که جوونامون رویاهاشون رو همینجا ببینن. خیلی ها میرن. مجتبی کاشانی روحش شاد قبل از اینکه به رحمت خدا بره یه شعر خیلی باحال گفت. سرطان معده داشت، میگه تو مپندار که من فکر تنم، نگران سرطان وطنم. او که بیمار شود ما همه نیست، من که بیمار شوم یک بدنم. وطنم از تن من خسته تر است، درک کن درد مرا از سخنم. به تو سوگند که از غصه خیش لحظه ای پیش تو من دم نزنم. من شفا می طلبم بهر وطن، نه شفای بدن خیشتنم. من شفا می طلبم بهر وطن، نه شفای بدن خیشتن. مادر دیگه حالش که خوب باشه حال همه بچه ها خوب.